این چیزی گپ بچم و از دستی تو یگان چیزی تازه میستد میخواننده یک بینم اینه میرزانی یک بینم دیگه چیزی میرزانی از دستی تو نه قالینی تازه ماند خانه و نه کرپچه نه پرده به نگاه کده میشه داخی داداش هوا تا رفت گرم شده است بچه ها که یکان روز یکان جا رفته دم گرفته بیایم خوب میشدن تو دم گرفتن مانو یه بار سوالای من جواب ده اینقدر بچه همای جنگ میکنی آوازت هفت محله و رفتاز جان ها کرپچه نه به رسم میکشم گفته کراسکمه ریزدم داداش دیدید می؟ من به کرپه داد نمیزنم کرپچه شدن آسان می و یه پختش کندنم در کار بعدی وای انداختنم در کار این هفته به مهمانداریم هست یک هفته بینش به من قالین شویم می کرپچه کنده از دیگر اندازم می پرده شویم می ادیالا ایستاد از این طرف به جانی منم جان داداش خوب آشنو حاضر من برو اومداسیم 10 دقیقه میشم مایلش خب با کجا به حاضر میبیام من همین قدر گپه کیم بفهماندم داداش این هفته مهمانداری ما هست این قالین شدن در کار باید شدن آویختن در کار و از بیم میشود زورم نمیرسد منه زنک همه قالینوتا کرپچه‌هاتا ادیالوتا پرده‌هاتا همش یک جور جمع کردم من زنگ زدم خودشون 1 ساعت با آمده میگیرند و دوامی 3 روز به همش تازه کرده آورده میدین من کسی بیگانه به باور نمیکنم من باور میکنم یوروچیز که دوامی چند سال است که با مردم با یک سطح و صفت بلند خدمت کرده ایستادن آن خیمیاهایی که برای تازه کردن استفاده میبرند همش از ترکیه میباید و بعدی شستن آن خوشبویی‌هایی که میپاشند به کودکان یگان ذره ضرر نمیرساند دستافکشون است دلت پر کن با شما رحمت داداش در حقیقت یورو چیست که تازگی در هر قدم بوده است